پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و ازبکستان در قصر ملت مراسم تبادل سندهای نو امضا شده همکاری برگزار گردید. در مجموع از روی نتیجه های واخوری 28 سند به امضا رسید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف به عهدنامه همپیمانی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان امضا گذاشتند. سپس در حضور سران دولت‌ها از طرف نمایندگان هیئت‌های رسمی تبادل سندهای نو امضا شده صورت گرفت. از جمله جهت رشد مناسبت‌های بین منطقوی دو کشور 6 سازشنامه عاید به همکاری مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌های ختلان و سوغد جمهوری تاجیکستان با ولایت‌های خوارزم، فرغانه، سریا، نامنگان و اندیجان جمهوری ازبکستان به امضا رسید. سازشنامه‌ها پروتکل، یادداشت تفاهم، خریطه راه و برنامه‌های همکاری که در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان به امضا رسید، رشد و گسترش همکاری را در ساحه‌های برای هر دو جانب مهم و افضلیتناک سرحد، حفظ حقوق استعمال کنندگان، صنعت، علاقه هوایی، علاقه بین المللی اتومبیلی، ساختمان پل، کمپلکسی اگروصنعتی، بیطاری و بیخطری عضوخواری، فرهنگ، کتابداری، تیار کردن کادرها در ساحه‌های ویروسولوژی، میکروبیولوژی، بیولوژی مولکولوی، اپیدمیولوژی، بیوتکنولوژی و فارماکولوژی، اتستاسیای کادرهای علمی و علمی آموزگاری تخصص عالی، سیاحی و نظارت فعالیت تشکیلات‌های قرضی را تنظیم می‌نماید. با اطمینان میتوان گفت که سندهای نو امضا شده زمینه حقوقی سمت‌های گوناگون همکاری بسیار جنبه دو کشور را به طور نظررس تحکیم می‌بخشند.